الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعین. در ابتدا عرض سلام دارم خدمت شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالحمید حفظه الله و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه اساتید بزرگوار دارالعلوم مکی و عرض سلام دارم خدمت همه علما، اندیشمندان و بزرگانی که در این جمع حضور دارند و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه افرادی که از راه‌های دور و نزدیک برای شرکت در این محفل حضور به هم رساندند. وقت فرصت کم هست، بنده هم میخواستم در رابطه با ویژگی‌های دین مبین اسلام مطالبی را عرض کنم که حالا شاید ناقص به اتمام برسد. امیدواریم که خداوند متعال با آنچه که میگوییم و میشنویم به ما توفیق عمل با اخلاص عنایت بفرماید. شبی بگریستم پیش خدا زار، چرا مسلمانان خارند و زارند. ندا آمد نمیدانی که این قوم دلی دارند و محبوبی ندارند. امروز امت اسلامی بدترین دوران حیاتش را سپری می کند. امروز در گوشه و کنار جهان مسلمان‌ها قتل عام می‌شوند. جنایت‌های هولناکی بر علیه مسلمان‌ها انجام می‌شود. مسلمان‌ها با جمعیت 1,600,000,000 در جهان با داشتن بهترین دین و با داشتن منابع غنی و با داشتن مناطق سوق الجیشی و با اون گذشته درخشانی که داشته‌اند، امروز در برابر یک جرثومه فسادی به نام اسرائیل غاصب عاجز و ناتوان هستند. در حالی که مسلمان‌ها در صدر اسلام با وجود نداشتن ساز برگ جنگی بر تکیه و ایمان توانستند دو ابرقدرت آن جهان را و آن روز را در مدت کمتر از 1 قرن برای همیشه در زباله‌دان تاریخ دفن نمایند. وقتی که ما دوران مجد و عظمت گذشته مسلمان‌ها را با وضع کنونی و اسفبار امروز مسلمان‌ها مقایسه می‌کنیم، باید اشک بریزیم. زمانی بود که مسلمان‌ها آنچنان عزت داشتند که وقتی به دورترین نقطه جهان قدم می‌گذاشتند عزت داشتند و احدی جرأت نمی‌کرد به آنها توهین کند یا به مال و جانشان تجاوز کند. زمانی بود که اگر یک مسلمان به اسارت دشمن در می آمد، خلیفه وقت برای آزادی یک مسلمان از اسارت دشمن لشکری آماده می کرد و تا زمانی که او را آزاد نمی کرد از پای نمی نشست. امروز متاسفانه ما ببینیم اون آیه قرآنی که خداوند متعال در وصف اصحاب و یارانش رسول خدا نازل فرموده است، عکس این آیه بر ما مسلمان‌ها تطبیق پیدا می‌کند. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار
رحماء بینهم. مسلمان ها با دشمنان بسیار سختگیر بودند، هیچ گونه مدارایی با دشمنان نداشتند، اما با یکدیگر بسیار مهربان بودند. اما امروز قضیه چگونه هست؟ اشداء علی انفسهم و رحماء بینهم، اشداء علی انفسهم و رحماء بعدوهم. امروز مسلمان ها با یکدیگر با شدت برخورد میکنند، یکدیگر را میکشند، اما با دشمنان خودشون مدارا میکنند. و با تأسف باید عرض کنم آیه‌ای که خداوند متعال در رابطه با یهود نازل فرموده است امروز بر حالت مسلمان ها تطبیق پیدا می کند. بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی ذلک بانهم قوم لا یعقلون. یهودها همیشه با یکدیگر در جنگ هستند، همونطور که متاسفانه امروز مسلمان ها یکدیگر را به نام الله اکبر به شهادت میرسانند و میکشند. خداوند متعال به پیامبر میفرماید شما فکر میکنید که یهودا با هم متحد و منسجم هستند، اما دلهای اونها پراکنده است. امروز متاسفانه دلهای مسلمان ها از یکدیگر جدا هست. درست است که از نظر جسمی در کنار یکدیگر می نشینیم و میگیم ما با هم متحد و منسجم هستیم، اما متاسفانه قلبهای ما با یکدیگر نیست. و علتش هم این است که امروز این فجایعی که برای مسلمان ها در جهان اسلام به وجود آمده است، همه ما بی تفاوت هستیم، خم به ابرو نمی آوریم و فکر می کنیم که اونها در کشور دیگر قرار دارند، به ما ربطی ندارد. لذا من میخوام که عرض کنم که اسلام یک ویژگی هایی دارد که اگر مسلمان ها به اسلام و قرآن عمل کنند و عمل میکردند، امروز این حالت ضعف و ناتوانی برایشان وجود نداشت. قرآن قاعده برای مسلمان ها بیان می کند ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند متعال سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد اگر عزیز باشند آنها را ذلیل نمی کند، اگر غنی باشند آنها را فقیر نمی کند، اگر قدرت داشته باشند آنها را ذلیل و خوار نمی کند، اگر صحیح و سالم باشند آنها را بیمار نمی کند، حتی یغیروا ما بانفسهم. تا زمانی که آنها در رفتارشون، در کردارشون، در اعتقاداتشون تغییر ایجاد کنند. وقتی که مسلمان اعتقاداتش برخلاف اعتقادات اسلام باشد، وقتی که رفتار و کردار مسلمان برخلاف اسلام و قرآن باشد، مسلماً خداوند متعال حالت آنها را تغییر میدهد، آنها را به اون حالتی برمیگرداند که امروز ما میبینیم. و یکی از علتهایی که امروز متاسفانه مسلمان ها با این جمعیت کثیری که در جهان هستند ضعیف و ناتوان هستند، فاصله گرفتن از قرآن هست، فاصله گرفتن از دین مبین اسلام هست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن به بهترین و استوارترین راه ها انسان ها را هدایت می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند ان الله یرفع بهذا القرآن اقواما و یضع به آخرین. خداوند متعال به وسیله همین قرآن به انسان‌های عزت می‌دهد و اونهایی که به قرآن عمل می‌کنند، و به وسیله همین قرآن انسان‌هایی را ذلیل و خوار می‌کند اونهایی که به قرآن عمل نمی‌کنند. اسلام دینی هست که از انسان‌های پا برهنه رهبرانی چون ابوبکر و عمر و عثمان و علی را تربیت کرد که امروز مسلمان ها به آنها افتخار می کنند. اسلام دینی هست که دشمنهای 100 ساله را با یکدیگر برادر گردانید. اسلام دینی هست که از انسانهای بی‌سواد دانشمندانی را تربیت کرد که با علم و دانششون در آن زمان جهل و جهالت را از چهره آن روز زدودند. اسلام دینی هست که فرزندانی چون طارقها، خالدها، سعدها، عمرها و صلاح الدین ها را تربیت کرد که افتخاراتی برای اسلام آفریدند و امروز ما افتخارات آنها را در جهان اسلام می‌بینیم. اسلام دینی هست که ملاک برتری انسانها را تقوا قرار داد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اسلام دینی است که مبارزه با طاغوتها را سلوحه
کار خودش قرار داد. اسلام دینی هست که شرافت و کرامت زنها را به آنها بازگرداند. اسلام دینی است که انسانها را از تنگناهای زندگی نجات داد و به عدالت اسلام فراخواند. اسلام ویژگی‌های بسیار مهمی دارد. اسلام دین اخلاقیات است. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پیامبر می‌فرمایند من فرستاده شده‌ام، مبعوث شده‌ام تا اخلاق کریمه را کامل کنم. اسلام در اخلاق کریمه خلاصه می‌شود. بلکه هدف همه عبادت‌هایی که خداوند متعال به ما دستور داده است انجام دهیم فقط تقوا هست و تزکیه نفس هست که همون اخلاقیات هست. خداوند متعال در سوره الشمس پس از 11 مرتبه که سوگند یاد می کند برای این اهمیت این مطلب را بیان کند، بعد می فرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگار کسانی هستند که نفسشون را از گناه و معصیت پاک کنند و ذلیل و خوار و زیانکار کسانی هستند که نفسشون آلوده به گناه باشد. پس قرآن در حقیقت ستون خیمه هدایت هست. اگر امروز مسلمان ها به قرآن چنگ بزنند، به اسلام چنگ بزنند، از این نابسامانی ها و از این پریشانی ها و از این بدبختی ها نجات پیدا می کنند. این وعده خداست. قرآن شفای دردهای آشکار و پنهان امت اسلامی است. قرآن بیماری های روحی و جسمی انسان ها را شفا میدهد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و شفاء لما فی الصدور. خداوند متعال میفرماید قرآن شفا هست لما فی الصدور، آنچه که در قلب ها هست، کینه و حسد و عداوت و بخل و ریا و شرک و سوء ظن، همه این بیماری های باطنی، همه این امراض باطنی که امروز سبب بدبختی ما مسلمان ها شده است، خداوند متعال میفرماید قرآن شفا هست و شفاء لما فی الصدور. اگر ما به قرآن برگردیم، به قرآن عمل کنیم، همان عزت و شوکت گذشته مسلمان ها را در خواهیم یافت. امروز تنها راه نجات بازگشت به اسلام و قرآن است. اسلامی که پایش بر اساس اخلاقیات است. اسلامی که متاسفانه امروز دشمنان اسلام خونریزی ها و نقض حقوق بشر را نسبت به اسلام میدهند، در حالی که اسلام تنها دینی است که به مدارا و رعایت حقوق بشر توصیه میکند. کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. این یکی از توصیه های اسلام است که مال مسلمان، خون مسلمان، آبروی مسلمان محترم است و حق تجاوز کسی بون ندارد. المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره. مسلمان برادر مسلمان هست، نباید او را حقیر بشمارد، نباید او را تنها رها کند و نباید بر او ظلم کند. این همه دستورات اخلاقی اسلام است. این همه دستورات هست که اگر ما به آن عمل کنیم همون عزت و شوکت مسلمان های دست از اسلام رو در خواهیم یافت. اسلام دین رحمت هست و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وقتی که اصحاب یاران پیامبر از پیامبر میپرسند و سوال میکنند که یا رسول الله بر علیه مشرکین نفرین کنید، پیامبر چه میفرمایند؟ انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا للعالمین. من رحمت برای جهانیان فرستاده شدم. اخلاق پیامبر را ببینید. وقتی که حضرت عایشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها میفرمایند که کان، از ایشان سوال می شود که ما کان خلقه، اخلاق پیامبر چه بود؟ میفرماید کان خلقه القرآن. یعنی ما از رفتار پیامبر، از گفتار پیامبر و از اینها به معنی و معانی و پاهای قرآن پی میبریم. لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئة سیئة ولکن یعفو و یصفح. این اخلاق پیامبر بود. گذشت. هیچگاه پیامبر از کسی انتقام نمیگرفت و به همین خاطر پیامبر میفرماید اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کاملترین مؤمنین کسانی هستند که اخلاقشون از همه بهتر باشد. و توصیه در مورد اخلاقیات هم زیاد است. اسلام همونطور که اصلا دین رحمت هست. اگر امروز این صفت رحمت در بین انسانها وجود می داشت، این گونه با سنگدلی انسانها را به خاک نمی کشاندند. متاسفانه امروز دشمنان اسلام برای آزمایش کردن
بمب‌های 10 تنی برای اولین بار میخواهند این بمب‌ها را آزمایش کنند، در یک کشور اسلامی آزمایش میکنند. چرا؟ چون مسلمان‌ها با هم اختلاف دارند. یعنی یکی از اسبابی که سبب ضعف و ناتوانی مسلمان‌ها شده است تفرقه و اختلاف است. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آیه قرآن هست. پس امروز اون چه که ما نیاز داریم برای عزت اسلام، برای عزت مسلمان‌ها، بازگشت به قرآن هست، بازگشت به دستورات اسلام هست و اتحاد و انسجام بین مسلمان هاست که این مهمترین مسئله هست. امروز شما می‌بینید که دشمنان اسلام در هر کشوری اونقدر سرمایه گذاری کردند که یک گروه از مسلمان ها را به جان گروه دیگر انداختند تا خودشان بتوانند اون اهداف و شوم و بلیدشان که به غارت و یغما بردن سرمایه های مسلمان هست برسند. شما میدانید که 80% انرژی کشورهای اروپایی از کشورهای اسلامی تأمین می شود. اگر تفرقه و اختلاف بین مسلمان ها نباشد، اگر مسلمان ها سر سفره اسلام بنشینند و با هم متحد و منسجم باشند، هرگز دشمن نخواهند توانست به این اهداف شوم و پلید خودشون برسند. پس ما امروز از هر روزی نیاز به وحدت انسجام بیشتری داریم. دعا کنیم خداوند متعال و همه ما توفیق عمل به اسلام و قرآن عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.